انسان هایی که با یک دنیا قدرت آغاز میکنن اونا انسان های با اراده و مخلص هستن. اراده معنی نمیخواد. وقتی یک فرد اراده کرد در زندگیش که من اراده و فلان کار انجام میتونم، اراده دیگر معنی نمیخواد. نباید هیچ چیزی مانع زندگی باشه وقتی که اراده کردیم در زندگی. هیچ چیزی نمیتونه ما را از نداشته های ما دور بسازه زمانی که ما اراده داشته باشیم. هیچ چیزی نمیتونه ما را از اهداف ما دور بسازه زمانی که ما اراده محکم داشته باشیم. اما انسان هایی هستن، انسان های ضعیف و ناتوان، همیشه با ناامیدی، با ناکامی، با بدبختی، با کسالت، با خودفریبی، یعنی به خود فریب میدن، با عذاب و وجدان درونی زندگی میکنن. همیشه میگن ما تغییر میکنیم، همیشه میگن که ما فلان کار انجام میدیم، اما هرگز اونا به موفقیت نمیرسن. چرا؟ چون یک اراده واضح، همه جانبه، شفاف و صادقانه و مخلصانه در زندگیشان در مقابل خودشان وجود نداره. پس چگونه اونا میتونن که تغییر بکنن در زندگیشون؟ چگونه میتونن اونا یک فرد با اراده باشن؟ نیت کردن سبب خوشبختی انسان میشه. ما در یک کار اگر نیت خوب داشته باشیم باعث خوشبختی در این دنیا و در اون دنیا میشه. و یک اراده چیزی، یک هورمون خیلی قوی، قدرتمند، انرژیزا در وجود ما هست. اگر ما یک وقت ما وعده میکنیم در مقابل خود میگیم ما فلان کار انجام دیگه نمیتونیم، بعد اگر بخوای طرف کار میدی ناخودآگاه با خودت میگی که من خود چند روز پیش توبه کردم، من خود چند روز پیش وعده کردم با خودم که فلان کار انجام نمیدم، حالا من چطور پس برم این کار انجام بدم؟ اما انسان های ضعیف و ناتوان انجامش میدن، تکرار میکنه و اشتباهه. اما انسان های قوی و قدرتمند باز هیچگاهی اون کار انجام نمیدن. اونها به مسیری که رفتن به اون مسیر خود پایدار و مستحکم و مثل یک ستون محکم ادامه میدن.